در این ویدیو موضوع دیتا تایپ را میخوایم با چند مثال عملی براتون کار کنم. اولتر از این میایم یک وریبل به اسم هیچ میسازیم و قیمت از 45 میدم. حالا اگر خواسته باشیم این چاپ کنیم از کانسول دات استفاده میکنیم و اسم وریبل خود میدیم. خب اینجا اگر این ران کنم میبینیم که در اوتپوت برای ما 45 را چاپ کرد. خب فرض مثال میخوایم بفهمم که نوعیت دیتا یا ولیو 45 چی است. جلو هیچ میتونین از یک چیزی به اسم پاف استفاده کنیم و زمانی که ما از تایپ پاف استفاده کنیم این در حقیقت میایه و نوعیت دیتای وریبل هیچ را برای ما میگه که چیه. حالا زمانی که می ران کنم میبینیم که در اوتپوت برای ما نمبر میده. چرا نمبر میده؟ به دلیل اینکه که 45 یک عدده. اگر می بیام یک وریبل جدیدی بسازم به اسم نیم و قیمت حاضر یک استرینگ بودم مثلا علی و اگر چاپ کنیم باید از console.log استفاده کنیم و بعدا اسم وریبل خدا بریش میدیم. زمانی که می ران کنم میبینیم که در اوتپوت برای ما حلیر چاپ کرد. هم اگر خواسته باشیم تایپ را چاپ کنیم باید اینجا بگیم تایپ هاف و نه اگر این ران کنم میبینیم که اوتپوت برای ما اینجا استرینگ داد. به خاطر چی استرینگ داد؟ چون که متن ها همیشه به حالت استرینگ نمایش داده میشه. اینجا میام و یک وریبل جدیدی میسازم به اسم تست و ایبار میخوایم که یک مقدار بولیان ذخیره کنم. حالا ترو یا فالز فرق نداره و نظر به نیاز میگیریم. خب من حالا فالز میگیرم. خب اگر خواسته باشیم این را چاپ کنیم میایم از console.log استفاده میکنیم و اسم وریبل خود بریش میدیم. خب زمانی که میر بیام و اینجا ران کنم میبینیم که اوتپوت برای ما چی فالز را نمایش داد. خب اگر خواسته باشم که تایپ از این وریبل را بیام و چک کنم میایم از تایپ آف استفاده میکنیم. حالا ما اگر ران کنم میبینیم که اوتپوت برای ما اینجا بولیان را نمایش میده. اگر یک وریبل داشته باشیم فرض مثال هکس و ما به این وریبل خب قیمت ندیم. حالا بیایم و این را چاپ کنم console.log بعدا اسم وریبل خود می نویسیم. میبینیم زمانی که من اینجا ران کنم در اوتپوت برای ما undefined نمایش میده چون ما گفتیم وریبل هایی که قیمت ندیم اونها رو undefined میده. حالا اگر بیام و تایپ از این چاپ کنم ما میفهمیم که از تایپ هاف استفاده میکنیم. میبینیم که در اوتپوت بازم برای ما undefined را نمایش میده. و اگر اینجا بیایم و یک وریبل جدیدی به اسم تست 2 بسازیم و قیمت هزینه نل بدیم. خب اگر خواسته باشیم این حالا چاپ کنیم از console.log استفاده میکنیم و اسم وریبل خود بریش میدیم. زمانی که می ران کنم میبینیم در اوتپوت برای ما نل را چاپ کرد. خب اگر خواسته باشیم تایپ از این وریبل را چاپ کنیم میایم از تایپ هاف استفاده میکنیم. خب اگر می ران کنم میبینیم که تایپ برای ما آبجکت نمایش داد و یک بگ که در داخل جاوا اسکریپت وجود داره به همین دلیل که تایپ حاضر برای ما آبجکت نمایش میده.